جک تو را آنچنان دوست می‌دارم که حتی بز در بهاران سبزه را آنقدر دوست نمی‌دارم. اوه به شوخی چقدر دوست می‌داری؟ مطابق معاشت دوستت می‌دارم. من می‌خواهم هر دومان صاحب فرزندانی زیاده شویم. تقریبا چند تا؟ 7-8 تا. می‌خواهم هر دومان در این سال نو خوشبخت باشیم. البته من هم می‌خواهم. بوس چی می‌خواهی؟ 20,000 تومان برای مادرم ته. چرا؟ برای پول کلیم. چی؟ تویمان را آنچنان با دبدبه میکنیم که تا کنون مثلش را کسی نکرده باشد. در بهترین طرف خانه سرایندگان نامی را دعوت میکنیم. یک چیز را قانون تنظیم عنعنه و رسم اوین میگن رعایت کردن. السلام علیکم اکا. خوب هستی اکا تیجی؟ یک چیز بپرسیدم اکا. میگم امیده همینجا خوب باشه امیده. امیده؟ شما چی میشه؟ من؟ آکاش. چی خیلی شما آکاش میشه که من دادرشون؟ نه خودت خوب کردی نمودی که یک از دیگه خوب روا من خیال کردم به خونه کسی زده در اومد. اوخی خیال نمیکردی و من میترسیم قدیمم خودت میخستی میرفتی میدیدی چی هست تو خود از زور گرفتی و در اصل نرشری و نروباه یک ترسانچکی. چی؟ ترسانچکی. نه دیگه دست مرا نخوا بیگم ماما گپا گفت مایلی نه که ایش من در سختی بد رسید خیلی جهانگیر برا حق همسیورا مردم همه را با جنازه سلات مومین خبر که ما زیرا چونون زدن نمیکنیم که اگر هنکم بزنه ارزا میخواتا ینگا باشی زیادی نکن زدن آسان نیست. چی خطی کی گفت چی خطی کی؟ زدن آسان نیست. فهمیدی؟ ینگا باشی زیادی کدی تو بدونی خطی کی سر بسر استا جنبان تو قدتن هم دست و هم گردنتن میدم رقصیدناش مرا کشته است چرخیدن درخشان نقطه تیجی تقدیم میکند Shut up. یا بیرقصین با دلی پر جوش تا این که غم ها گردد فراموش بیرقصیم بیا میرقصیم در زیر بارون بیا میرقصیم با یار و دوستان بیا میرقصیم با لبی خندان بیا میرقصیم بیا بیرقصیم با این ترانه تا این که در دل ارمان نماند